بابل 539 قبل از میلاد. پارس، کاخ کوروش، تابستان سال 539 قبل از میلاد. شاه شاهان، کوروش بزرگ، پادشاه 4 گوشه جهان به سلامت باشد. از ما خواسته اید اینجا جمع شویم و درباره آزادسازی بابل صحبت کنیم. از بابل خبرهای زیادی میرسد. چند سالی بود پادشاه آن دیار از نظرها پنهان و حکومت را به پسر بزرگش بلشاسر سپرده بود، اما به محض اینکه در پای تخت بر اثر ظلم و فساد حاکمان بر مردم و نیز یهودیانی که به اسارت گرفته اند شایعه آمدن نجات دهنده بالا گرفته و حتی بزرگان در بند قوم یهود به وضوح نام پادشاه پارس را به عنوان ناجی به زبان آوردند، سر و کلش پیدا شده و با تهدید و ارعاب سعی در آرام کردن اوضاع نموده. پادشاه به سلامت باد. شنیده ها حاکی از آن است که حاکمان بابل پیش از این دیوار بلندی در مخبطه‌ای که مرز رود دجله و فرات به هم نزدیک می شوند کشیده و غیر از آن استحکامات زیادی برای جلوگیری از نفوذ به خاک خود بنا کردند، به طوری که گفته می شود عبور از آنها غیر ممکن است. همه ما می‌دانیم که پایه های حکومت نبونید هرگز تا به این حد متزلزل نبوده است و مردم به دلیل نادیده گرفتن خدای بزرگشان مردوک و ساخت و ساز معابد و خدایان جعلی توسط شاه و پسرش در اوج نارضایتی هستند. اما شاه شاهان کوروش بزرگ تازه از فتوحات مشرق زمین بازگشتند. نباید برای شروع جنگی دیگر کمی به ایشان زمان بدهیم؟ کوروش بزرگ پاینده باد. همه ما می‌دانیم که بابل سرزمین پهناوری است. پیروزی در این جنگ بسیار ناممکن به نظر می‌رسد. اما نباید هرگز فراموش کنیم که با روشنایی و امید که مردم کشورهای مختلف به شاه جهان کوروش بزرگ دارند، ما چه جنگ‌هایی را پیروز، چه سرزمین‌هایی را فتح و چه غیر ممکن‌هایی را ممکن کرده ایم. آیا فراموش کرده اید آن روز که خبر آوردند سرزمین ثروتمند لیدیه به مرزهای ما هجوم آورده، چگونه در آن زمستان سخت دشمن را غافلگیر کرد؟
و یا در فتح قبایل سکاها که همه میگفتند شکست آنها غیر ممکن است، اما با شجاعت و تدبیر کوروش بزرگ نه تنها قبایل از هم گسسته آنها را فتح کردیم، بلکه شهری به نام سیروپولیس در آنجا به یادگار نهادیم. بهتره تسلیم بشی. همانطور که شنیدید ما فتوحات به مراتب سخت‌تر از بابل هم داشتیم، اما نباید فراموش کنیم که جدا از استحکامات قلعه اصلی شهر بابل غیر قابل نفوذ است. دیوارهای قلعه آن به اندازه‌ای پهنا دارند که 4 عرابه در کنار هم می‌توانند همزمان از روی آن عبور کنند. هیچ روزنه‌ای به داخل وجود ندارد. ساخت این شهر از روز نخست با این هدف بوده که محاصره آن بیفایده باشد، زیرا با عبور دادن کانالی عریض و پرآب از فرات به داخل شهر که در طول سال همیشه پرآب و خروشان است، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های آنها هرگز مشکل کم آبی نداشته و آذوقه مردم تأمین می‌شود. ما اینجا هستیم که راه حل بدهیم و فکری کنیم، نه اینکه دشمن را شکست ناپذیر جلوه دهیم. جناب کرزوس بزرگ، راه حل؟ کدام راه حل ولی عهد جوان؟ من یک فکری دارم. قطره نابونید تابستان همان سال. قربان، نماینده یهودیان آمدند تا درباره مالیات با شما صحبت کنند. قربان، مردم یهود از سرزمین‌های خود دور هستند. آنها درآمدی ندارند و نمی‌توانند مالیات‌های به این سنگینی را پرداخت کنند. از شما خواهش می‌کنم یا مالیات‌ها را پایین بیاورید و یا اجازه کار به ما بدهید. میگویند شما دستور داده اید به دلیل بیگانه بودن به ما کار ندهند. کار کردن شما به چه درد ما میخورند؟ اصلا زنده بودن شما به چه درد ما میخورند؟ یا بمیرید یا پول بدهید، هرچه دارید بفروشید، اگر ندارید خودتان را بفروشید. نگهبان، این من را در وسط شهر اعدام کنید تا درس عبرتی باشد برای بقیه. سپاه کوروش که می‌دانست امکان ورود به بابل از سمت شمال به دلیل کشیده شدن دیوار مادی
بین دو قلعه اوپیس و سیبار وجود ندارد. از سمت جنوب با گذشتن از شوش خود را به قسمت غربی رود دجله رساند. کوروش که پیش از حرکت نامه‌ای به اوگبارو حاکم گوتیا که منطقه بزرگ در رشت کوههای زابروس بود فرستاده و از او خواسته بود در این جنگ به او بپیوندد. اوگبارو را همراه لشکری پرشمار در آن منطقه ملاقات کرد. شاه شاهان به سلامت باشد. از من خواستید در این جنگ همراه شما باشم. از جوانمردی ها و صلح دوستی شما بسیار شنیدم. میخواستم دلیل حمله به کشور بابل را از زبان شما بشنوم. دلیلش گستراندن روشنایی است دوست من. کاملتر و با شکوه‌تر از هر سرزمین میهنی هست که در عمق باورها و عواطف مردمان آن سرزمین وجود دارد. تنها با احترام به این باور و تحقق بخشیدن به آن است که حق داریم بر سرزمینی حکومت و دیاری را فتح کنی. این سرنوحه راه من است اوگبارو. در حالی که در تمام شهر خبر حمله کوروش بزرگ به بابل پیچیده بود، مردم در حالتی از بهت و شادمانی فرو رفته و پیشبینی آینده برایشان دشوار شده بود. عده‌ای منتظر و عده‌ای ناامید بودند. در این میان گشتاد از مأموران پارسی که به خاک بابل راه پیدا کرده و برای بررسی میزان نارضایتی مردم مدتی در آنجا به سر می برد، دلباخته دختری به اسم آنائل از اسرای یهودی گشته. خبر حمله رو شنیدی؟ دیگه چیزی به رهایی نمونده. یعنی واقعا قرار ما آزاد بشیم؟ من که باور نمی کنم. الان چند ساله دارن میگن قرار کوروش بزرگ حمله کنه. به من اعتماد کن. فقط ما باید اینجا آماده باشیم و وقتش که رسید به کمکشون بیاییم. پسرم، همونطور که میدانی خبر رسیده کوروش به سمت مرزهای غربی در حرکت است. ما ناگزیر ارتش رو به دو قسمت میکنیم. تو با سپاهیانت به سمت مرز برو و من از بابل محافظت میکنم. اطاعت میشود پدر. کوروش بزرگ که موفق شد با استفاده از هوش بالای جنگی سپاهیانش را از رود دجله عبور دهد، در برابر سپاه بابل میان دشتی در مجاورت قلعه اوپیس و سیبار قرار گرفت. به محض شروع جنگ دو جناح چپ و راست سپاهیان کوروش بزرگ با دور شدن از قلب سپاه خود دشمن را نیز وادار به دور شدن از قلب سپاه خود می کنند. جناح راست به فرماندهی کمبوجیه، جناح چپ به فرماندهی پالپاک. سربازان من، شجاع باشید، از هیچ چیز نهراسید، از سرزمینتان از پادشاهتان دفاع کنید و خون کثیف دشمنانمان را بر خاک بریزید. بعد از پیروزی شما را برق در ثروت میکنم. امروز ما نه برای ثروت و نه خاک بیگانه که برای انسانیت می جنگیم، برای روشنایی و نجات بخشیدن به مردم تحت ستم بابل. پادشاهی که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته. اوگبارو هدایت قلب سپاه را به عهده داشت.
و با فرمان او کمانداران شروع به تیراندازی کردند. پس از اینکه اوگبارو به عراقل آنها دستور حمله را صادر کرد، خود نیز وارد جنگ شد و در همین حال جناح راست و چپ که موفق شده بودند پیشروی کنند و سوار نظام بابلی‌ها را وادار به فرار سازند، به سمت قلب سپاه برگشته و بلشسر با دیدن چنین اوضاعی دستور عقب نشینی صادر کرد و خود بیش از همه به قلعه اوپیس پناه برد. پس از عقب نشینی بلشسر و فرارش به داخل قلعه، سپاهیان کوروش قلعه را محاصره می‌کنند. از طرفی مردم ناراضی داخل قلعه بر علیه بلشسر دست به شورش میزنند. بنا به گفته برخی مورخان، ولیعهد بابل دست به مقابله زده و خانه شورشیان را آتش میزنند و از یک راه مخفی شبانه سپاه خود را به سمت بابل گسیل می‌دارند. آنگاه کوروش بزرگ بدون درگیری اوپیس را فتح می‌کند. نقشه فتح بابل را برایتان گفتم. از روز نخست نظر من همین بود. اوگبارو و سپاه خود و بخشی از سپاه پارس به همراه ولیعهد کمبوجیه و سردار سپاه پارس هارپاگ به سمت بابل بروید. من پس از فتح قلعه سیبار به شما ملحق خواهم شد. پدر، دشمنان شهر را محاصره کردند. بگذار هر کاری میخواهند بکنند. انبارهای ما برای 2 سال آذوقه دارند. آنها چی؟ به زودی پاییز و بعد زمستان از راه میرسند. گهوارهای ما از روی دیوارها شاهد یخ زدن پارسی ها خواهند بود. این دیوانه ها چه کار دارن میکنن؟ در حال احداث قلعه هستند تا بتوانند داخل شهر را ببینند. باعث افتخار است. فردا جشن زگموگ برگزار می شود. در این روز بابلی ها شاه خدایانشان مردوک را از معبد بیرون می آورند و در میان شهر برای زیارت مردم قرار می دهند. همه مردم سرگرم خواهند بود. من اطمینان دارم آنها برمیگردند. من پادشاه خودم رو میشناسم. محال نسبت به سرنوشت مردم بی تفاوت باشم. شب عیده، نباید انقدر غمگین باشی. وقتی که توی قلب مردم شکوفه سر نمیزنه، هیچ گلی، بهاری، ستاره‌ای در کار نیست. عید برای چی میاد؟ وقتی جایی زندگی میکنی که هیچ کس حرفتو نمیفهمه، احساساتتو نمیفهمه، عاشقی و دلتنگیاتو نمیفهمه. ما مردم مقصر بود. باورهامون غلط بود. فکر میکردیم خدایان مواظبمون هستن، شبان روز نگهبانمونم، ولی دروغ بود. هیچ کس به فکر ما نبود. حالا هم نیست. ما داریم تاوان نادانیمونو میدیم. صدها سرباز پنهان شده در خندق بزرگ پشت سر کمبوجیه و هارپاگ در دل تاریکی بیرون می آیند و همزمان مهندسین سپاه راه مسیری که از کانال فرات به خندق کنده‌کاری شده بود را با برداشتن سنگی باز می کنند. در این میان سپاهیانی که به رهبری اوگبارو از منطقه دور شده بودند کمی دورتر در دل تاریکی کمین کرده و منتظر علامت بودند. به محض آنکه آب فرات مسیرش را به سمت خندق تغییر می‌دهد، بستر مسیری که به سمت شهر می‌رود کم آب می‌گردد. بلافاصله سپاهیان به فرماندهی کمبوجیه از مسیر رود وارد شهر می‌گردند و چون نگهبانان را در حال نوشیدن شراب و خوشگذرانی می‌بینند، به سمت دروازه رفته و آن را باز می‌کنند.
به محض گشوده شدن دروازه هارپاگ تیری آتیش زده و به هوا پرتاب می‌کند. اوگبارو با دیدن علامت دستور حمله را صادر می‌کند و سپاهیان از دروازه‌ها عبور کرده و سربازان بابلی با وحشت اقدام فرار کردند. به نام کوروش بزرگ همگی خود را تسلیم کنید تا در امان باشید. در غیر این صورت رحمی در کار نخواهد بود. پس از فتح بابل توسط اوگبارو، نابونید در یک فرصت به دست آمده بریخته و اوگبارو به دنبال وی روانه شد. پس از مدتی او را دستگیر کرده و به بابل آورد، اما پسرش به هنگام فرار در میان درگیری ها کشته شد. مردم در صفهای بسته منتظر کوروش بزرگ که به وی لقب نجات دهنده داده بودند ایستاده و در دستهای خود شاخه‌های گل و پرچم‌های سبز و قرمز داشتند. کاغذهای رنگی توسط مردم تهیه و به هوا پرتاب شده بودند و در باد می‌رقصیدند. مردم کوروش را هدیه خدای خود و فرستاده مردوک می‌دانستند. شور و هیجان برای دیدن نجات دهندهشان به اوج رسیده بود که در همین لحظه عرابه خورشید که همواره در پیشاپیش اسب کوروش حرکت میکرد وارد شهر شد. انفجار شادی مردم فضای وصف ناپذیری را به وجود آورده بود و کوروش در حالی که لبخند بر لب داشت با ابهت همیشگیش به احساسات مردم پاسخ میداد. کوروش در تالار پادشاهی بر تخت نشسته و همچون همیشه یاران و سران ارتش در دو طرفش ایستاده و در انتهای تالار بزرگان مردم بابل و تعدادی از سپاهیان و نیز بزرگان مردم به اصالت گرفته یهود نیز دیده می شدند. همه منتظر صحبت‌های کوروش بزرگ بودند. ای مردم بابل، ما همه بندگان اهورامزدا هستیم. ما نه پیروزیم و نه شکست خورده. ما امروز در سراسر این سرزمین پهناور همگی با هم برابریم، همگی آزادیم و همگی پاکیم. ما آفریده اهورامزدا هستیم و تنها یک دشمن داریم و آن اهریمن است. جز او دیگر سایه‌ای نیست. ما همگی انسانی. از امروز اعلام می کنم نام شاهنشاهی هخامنشی بر سرزمین هایی که من پادشاه آن هستم خواهد بود. ما از این لحظه اندیشه و عقیده هر کس را محترم خواهیم دانست. هر کس به دین خودش خواهد پرداخت. هیچ کس حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد. از این لحظه تمام بردگان آزادند. من تمامی گناهکاران را از این لحظه بخشیدم. هیچ کس مغضوب من نیست. هیچ بابلی از آنچه بوده نترسد. این یک بخشایش عمومی است. زنان بلشسر که در حرم سرای بابل بودند از این لحظه آزادند. مال و اموالی در حد بازرگانی ثروتمند به هر یک از شما داده می شود و بعد شما می توانید به هر جای ایران پهناور، از هند تا مصر، از توران تا یونان که خواستید بروید. شوهر شما مرده و شما وارثان او هستید. داشته های شخصی خودتان را بردارید و از کاخ خارج شوید. تمامی خزانه بلشسر در میان مردم همین شهر به مساوات تقسیم خواهد شد. میان مرد و زن، پیر و جوان و کودک تمایزی نیست. هر کس در قلمرو من به نطف اهورامزدا زندگی می کند از حدی مساوی با همه برخوردار است. تمامی تبعیدیان با هزینه حکومت هخامنشی به شهر و کشور خودشان باز خواهند گشت و با هزینه هخامنشی شهرها و معابدشان دوباره راه خواهد افتاد. من تا زمانی که به تمام سخنانم جامعه عمل بپوشانم در این شهر خواهم ماند. آری،
زمین مقدس است. ما نیز یک به یک مقدسیم. این اهورامزداست که ما را مقدس آفریده و ما جهان زیبا را زیباتر خواهیم کرد. برای چنین هدفی همگان کار خواهند کرد. همه به دین و زبان خویش خواهند پرداخت و همه آزاد خواهند بود. قربان، مردی به همراه یک بانو اصرار دارد شما را ببیند. بگذار بیایند. گشتار، خوشحالم که صحیح و سالم تو را میبینم. پادشاه من، دلم بی نهایت برای شما تنگ شده بود. من و آنائل روزهای زیادی رو در ناامیدی و امیدواری به انتظار آمدن شما سپری کردیم. آنائل، چه اسم زیبایی، به معنای فرشته عشق، و گشتار به معنای مسافر. ممنونم سرورم. شما امید و روشنایی را به ما بازگردوندید. شما به زندگی ما معنی بخشیدید. سرورم، من میخواهم از ارتش استعفا کنم. میخواهم با آنائل بروم. میتوانم دلیل این کارت را بپرسم گشتار؟ بله سرورم، میخواهم سرباز آینده را با دقت بزرگ کنم.